دقیقه با من باشیم بهتون بگم چجوری پاره شدیم. از صبح اینم وضعیت منه با این خرسی که بقل دستم خورناس میشه. واسه من اگه ساعت 4:30 خوابیدم و ساعت 5 با جیک مسئول گنجشکا بیدار شدم یه رو بیادش لذت بردم دوره سعی کردم بخوابم که با صدای ناهنجار علیرضا و وحید یک مقدار کارم سخت‌تر شد. تا ساعت 10 خورده از چادر اومدم بیرون و با دیدن منظره کل موهای زایدم و از دست دادم و تازه اون موقع فهمیدم امید مثل یک مرد واقعی تمام شب بیرون خوابیده بود. علیرضا که شب گذشته خیلی خسته شده بود، صبح زود بلند شده بود و شروع کرده بود واسه ما صبحونه درست کردن که من به صورت کاملا خودجوش از تک تک مراحل غذا درست کردنش فیلم گرفتم، ولی انصافا میرزا قاسمی خیلی خوشمزه‌ای درست کرده. خلاصه بعد از غذای خوشمزه علیرضا و قهوه آتیشی که امید تو جنگل بهمون داد، ما ساعت 3:30 بعد از ظهر شروع کردیم به حرکت کردن به سمت پایین. ولی از اونجایی که راهپیمایی کردن تو شب مثل یه راز میمونه، ما تازه اون روز بود که داشتیم مسافتی که اومده بودیم و میدیدیم و همه چی واسمون یه جورایی عجیب و غریب. ما اومدیم اینجا دیشب چوب برداشتیم مسیر اومدیم ولی هیچی خب یادمون نیست. عجیب غریبه. اوه قارچ نگاه کن. اینفکتد ماشرومه. رسیدیم به دشتی که نصف شب ازش رد شدیم. دشتی که وقتی دیدیمش احساس کردیم به بهشت رسیدیم. نفس راحت کشیدیم. و واقعا هم اگه دارم نگاه میکنم اینا یه تیکه بهشته.